روزه ها بیا ای داغدار اصلیه این روزه ها بیا صاحب عزای ماتم کرب و بلا بیا صاحب عزای ماتم کرب و بلا بیا یا بلا تنها امید خلق جهان ابن فاطمه تنها امید خلق جهان ابن فاطمه ای منتهای آرزوی اولیا بیا بالا گرفته ایم برایت دو دست را ای مرد مستجاب قنوت و دعا بیا یا بلا صدای جمعیت چکار داری شب عاشورا یا بلا فهمیده ایم با همه دنیا غریبه فهمیده ایم با همه دنیا غریبه دیگر به جان مادرت ای آشنا بیا آقا خسته شدیم یا حجت ابن حسن انشالله یه شب عاشورایی بیاد امام زمان روز خون باشه یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان میخوام یه چند بار آقا و اربابمون رو صدا بزنیم شب عاشورایی آقا مدد بده برا جد قریبش روزه بخونیم یا صاحب الزمان یا صاحب وای تو رو خدا همه بگم یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان امشب انشالله سرنوشت زندگی سال بعدی و ارباب رقم بزنه من فقط یارتون دارم آقا جان هر سال تو شب عاشورا دینو میگم یا سید الشهدا من میخوام برا تو گریه کنه خوبی بشم آقا جان اگه تو امشب برات گریه نکردم جام مادر تو چشام عشق بده آقا جان
بر بابا وفا به چشام عشق بده، چونی عشق چشمی که بران تو ریخته بشه، فردای قیامت آبروم میشه تو قیامت. همه با انگاش نشونم میدن میگن گریه کنه حسینه، دیگه کسی باهاش کار نداشته باشه. ای وای آقا به چشام عشق بده، من میخوام برات خون گریه کنم. حسین جان، حسین از یه خیمه صدای نماز داره میاد، از یه خیمه صدای بلند بلند خوندن قرآن میاد. قربونه قرآن خوندن علی اکبر بشم آقا جان. تو خدا امشب کار به من آلوده نداشته باش، من کجا روزه سید الشهدا کجا؟ امشب سر بزار به زانوی غم، از خود امام زمان خواهش کن، بگو آقا میخوام برا جد غریب گریه کنم. حسین حسین جان، این طرف نوای قرآن، صدای نافله شب، این طرف صدای خنده دشمن از مستی لبالب، این طرف همه خدایی همگی احساس دارن، اون طرف نقشه برای چشای عباس داره، قربون چشای قشنگت بشم. که امون نامه آوردن، اون طرف فتیر زهری که به هرمله سپردن. حسین حسین این طرف شد پرواز، بیقرار و بیقرارن، اون طرف هرمله و شمر نشسته در انتظارن، آخه دیگه شب آخره. این طرف 3 ساله ای که باب داره بمیرم برات، اون طرف نشسته مردی که به دست تناب داره. حسین جان، حسین جان، این طرف یه مرد خسته کردن خاره،
غمتو رها کن حسین جان حسین جان این طرف یه خواهره که پیراهن کهنه میاره اون طرف یکی به فکره چطور انگشتر دراره این طرف کودک و زن دلفکار و نگرونن اون طرف برای لبها به یک شوب خیزرونن آقام حسین آقام حسین آقام حسین آقام حسین قربون قربت امشبت بشر یا سید و شهدا راوی میگه نیمه های شب بود ابی عبدالله از خیمشون بیرون اومده بودن خانون زینب اومد کنار برادر قدری با هم حرف زدن یه چند تا جمله گفته به زینب دل آدم رو میسوزونه فرمود زینب فردا همه ما کشته میشیم و به شهادت میرسیم زینب یه خواهشی دارم تمام سرپرستی کاربار به دوش خودت زینب نکنه بی تو فجی خواهرم بعد از ما شما رو به اسارت میبرن زینب من نمیدونم اونجا چه حالی شد خواهرم عبدالله تو رو خدا امشب برا غربت آقایی گریه کن که تمام شب و تو بیابونای کربلا نشست رو زمین خار مغیلان و در آورد نکنه این خارا فردا به پای رقیه‌ام بره حسین جان حسین جان حسین حسین جان حسین شب است و بوی جدایی ز کربلا آید صدای ناله زینب آید مظلوم حسین غریب حسین مظلوم حسین غریب حسین مظلوم هرکی میخواد برسید شهدا شب عاشورا امشب مردونه با غیرت سینه بزنه همطور که اصحابش با غیرت به شهادت رسیدن ما هم غیرت خودمون اینطوری بر عبدالله ثابت کنیم با سینه زدن با گریه کردن با پرچم عزایی که بر آقا برافراشته کردیم هر کس میخواد مردونه سینه بزنه یا علی رو پاش بیسته انشالله تذکره کربلا اسما امشب خود آقا عبدالله امضا کن
خیمه در خیمه بیقرارم، خیمه در خیمه بیقرارم، از غم فردا ناله دارم. این شب آخر ای دل ستانم، غصه میبارم از دیدگانم. غربتت ریزد آتش به جانم، غربتت ریزد آتش به جانم. واویلا آهو واویلا، واویلا آهو واویلا، واویلا. این صدای جمعیت نیست. بس که بوسیدی دخترت را، بس که بوسیدی دخترت را، جان به لب کردی خواهرت را، جان به لب کردی خواهرت را. نیمه شب دور از چشمان طفلان، نیمه شب دور چشمان طفلان، در دل صحرا با قلب سوزان، از زمین کردی خار مغیلان، از زمین کردی خار مغیلان. واویلا آهو واویلا، واویلا آهو واویلا، شعله میخیزد از صدایم، هر نفس باشد این دعایم. ای خدا داغ دلبر نبینم، لاله را تشنه پرپر نبینم. یوسف خود